سلام دوستان. سلام دوستان. امروز خیلی به درد اومدم. امروز واقعا دلم به حال خودم و به حال دوستانم سوخت. ما نسلی که باید هم از صدام و صدامیان تیر و ترکش بخوریم، هم از نیروهای انقلابی به ظاهر انقلابی باید باتون بخورم. اصلا انتظار نداشتم، امروز اصلا انتظار نداشتم که از نیروهایی که به ظاهر انقلابی هستن و از خودمون میدونستم، فکر میکردم پاره تن ما هستن، باید من ضرب شست بخورم، باید باتون بخورم. خدایا غلط کردم، توبه میکنم. خیلی راه اشتباهی رفتم. فکر میکردم که این انقلاب حامی مستضعفینه، نمیدونستم همه انقلاب روزی به دیکتاتوری ختم میشه. خدایا این درد من به کی بگم؟ خدایا پیش کی من ناله کنم از همه این ظلم؟ خدا نگهدار دوستان، دیگه نمیتونم صحبت کنم. خداحافظ شما.